قراره که 3 دقیقه یه نیزه آهنی درست کنم. بله یه اسپریر آهنی سری باید درست کنیم. 3 دقیقه همون از همین الان شروع میشه. سریع بکنیم و من توی این 3 دقیقه باید سریع ترین زمان ممکن قبل از 3 دقیقه باید اون یه نیزه آهنی سری درست کنم. بهترین راه و بعضیتون میگین خب نیزه چی درست کنم چه کاریه، اما برای اینکه من قراره که بازی یکم سخت‌تر کنم. مثلا اینجا چند تا سنگ بکنیم دو زمانمون. چند تا سنگ میخوایم؟ یه تبر 6 تا 15 تا دیگه. تا من این سنگ رو میکنم شما حتما کرافت استورم کانال کرافت استورم رو دنبال کنید. لایک و کامنت فراموش نشه و من تا الان میشه گفت نصف زمانم رفته و تازه دارم وسایل سنگی درست کنم که فعلا هنوز درست نکردم چون چوب ندارم. میفهمید؟ چوب ندارم. کنار وای آخرم باید توی این موقع سه چوب بکنیم. بیا بریم اصلا دقیقه چوب بکنیم یه سری. وای 2 دقیقه همون اصلا این الان رفت. باید سری که قار پیدا کنیم. 3 تا بسته برای ساختن چوب اینا. سری یه تبر، یک گلنگ، یه دونه باید سری بریم. این قار که نیست. اون قاره وای زمان خیلی کمه. 30 ثانیه. وای غذام که ندارم بخورم. وای زمانم داره تموم میشه. بچه لایک کنید تا سریعتر پیدا کنم. چرا لایک نمی کنید؟ لایک کنید. چرا؟ وای 10 ثانیه عمرم بتونم اینجا پیدا کنم. خب